دایس تو آخرین آپدیتش یه گزینه اضافه کرده، توکن کلیم هینتس. وقتی میزنی روی این گزینه این صفحه باز میشه. پایین یه گزینه داره گت تون کوین فورگس که الان فعال شده. وقتی میزنی روی گزینه وارد یه ربات میشی توی تلگرام. ربات کارش چیه؟ میگه استارز رو برات تبدیل میکنم به تون کوین. حالا چرا داره این کارو انجام میده؟ چون تو آخرین پیام کانال تلگرامش گفته فردا اونایی که ولت تلگرام دارن میتونن توکناشون رو برداشت کنن، اما اونایی که ولت تون کیپر دارن همون تاریخ 3 مرداد میتونن برداشت کنن. البته باید خودشون رو برای برداشت آماده کنن. تلگرام داره چراغ خاموش همه رو به سمت پروژه مهم بعدی خودش میبره. این ربات که تیک آبی هم داره روزانه بهت استارز رایگان میده. خودمون تا الان 32500 تا استارز گرفتیم. بریم سایت فرگمنت ببینیم اگه هم مقدار استارز رو بخوایم بخریم چقدر ارزش هست. 73 تن زر در هر یه تن که 6.6 دلار، زر در دلار 59000 تومان میشه 28 میلیون و 400 هزار تومان. ببین همین الان من تو این تیکه دارم استارز میگیرم. اگه